هلو. سلام. چطوری خوشگلم؟ نیستی. عزیزم امشب عوض شدی. چطوری شدم؟ خوشگلتر. هر روز خوشگلتر از روز قبل. یه لحظه. باز عزیزم. هر روز خوشگلتر از روز قبل. مرسی. کجایی؟ خونه. نرفتی بیرون امروز؟ چرا رفتم برگشتم؟ ساعت چنده اونجا؟ باورت میشه ساعت 19:08. با ما نیم ساعت فاصله. ایرانی؟ آره. آها ایرانی. اوکی همینجا. چه خبرتی؟ تعریف کن من بدونم. فکر کردی کجا؟ نمیدونم چرا فکر کردم از لندنی. تو ذهنم لندن مونده بود، نمیدونم چرا. یا میبینی میرم لندن. یه حالی که همین الان تو همین لایو یه دیگه نفر حرفش هم زدی دیگه به قراره برم مثل حرفش هم اینکه زدم، فکر کنم الان تو همین لایو یه نفر چیز کنن دعوت کنن باشو بیا لندن پیش خودم. اسپانسرش منو بیاره لندن. آقا اسپانسر نبود واسه لندن. حالا اگه جای دیگرم دوست داری شاید بازم کشور دیگرم دوست داری. من تو رو دوست دارم. قربونت برم من آقا عشقم. میخوام بیام پیش تو. میای ترکیه؟ آره. اوکی وایس عزیز دلم، بیا تیممون تکمیل میشه اینجا، بیای ترکیه. اصلا بهترین جای دنیا ترکیه است واسه اومدن. تیممون همه دارن جمع میشن اینجا. کی میای؟ کی بیام؟ کی دوست داری؟ الان. توی سیگار الان بازی بیا. باشه الان میام. من فقط پرواز نمیام، با اتوبوس میام. چرا؟ میترسم. از پرواز؟ آره. پس چجوری؟ بچه من آیدی دوستم رو تگ میکنم، آیدی بهاره رو این زیر. ادمینمون زحمت کشید آیدی نوشت، آیدیش این پین کردم بر واسه که بعدم پیدا نمیکنم. حالا شبم تو لایو دوباره میارمش بالا. الان یهویی بچه‌مون رو آوردیم بالا یهویی. میگه کاپیتان نمیخواین؟ پسر کاپیتانه. کاپیتان چی؟ کاپیتان چی؟ راست میگه. بعدا یا مثلا میگه کاپیتان چیز بابومم. چرت و پرت. چیزه بابا قربونت برم. والا فکر کن به ما که میرسن همشون کاپیتان چیز باباشونن فقط. چه خط چسی؟ آره امروز چیز که جون. ببین داستانش چیه. میخواستیم امروز من خیلی کار داشتم، دوشنبه است دیگه، خیلی کار داشتم. بعدش که بچه‌ها گفت حالا که میخوای حاضر شی بیا بیرون، مثلا این آرایش مدل آرایش برات میفرستم، خیلی راحته. این خط سیسه رو بگید بیا چند تا عکس هم بندازیم. گفتم اوکی دیگه حله. و من هی کشیدم نشد دیگه رسید به ابرام. ای جانم، من خودم بیام خودم آرایشت میکنم چون میکاپ آرتیستم هستم. تنها کاری که من بلد نیستم آجا آرایش کردن. کشیدم من آرایشت میکنم، قشنگ نگران شد. نباش عشقم. من آرایشت میکنم. قربونت. چند سالته؟ تن میخوره. فکرم دفعه پیش ازت پرسیده بودم 25 سالته. Oh my god. آره. Oh no. نه نه. پرسیده بودم ازت یعنی 22. آخه احساس کردم ازت پرسیدم 22 سالته. پوریا یادش بود. نه من چون فکر کردم همینجوری گفت. شانسی گفت. اوه چه زد تو خال. حالا چرا 22 پوریا؟ چرا 22؟ قیافت اینطوری میگفتی. آره دیگه تازه موهاش هم روشنه. آره موامم روشن کردم. خوب گفت. آره خیلی زد تو خال. بچه ها میگن 19. نه بابا 23. حالا دیگه همه دارن سن حدس میزنن دیگه. سنمو گفتیم تموم شد رفت دیگه. آخه دیگه تموم شد. یه چیز دیگه حدس بزنیم. حدس دیگه چی حدس بزنن مینا؟ دیگه چی حدس بزنم؟ خودت بگو چی تو حدس بزنم. پسر معتاده کجاست؟ الان به من داری میگه یا بهاره پسر معتاده کجاست؟ پسر معتاده کیه؟ زرو میگه چون قبل از تو یه نفر دیگر رو آوردم بالا، آیدی تو نمیاد بالا توی لایو. میگه قطع کنیم دوباره بریم لایو. یه دقیقه قطع کن لایو و بریم دوباره بیایم لایو.
باشه عشقم باشه. ایدو اگم الو. خوش اومدی دوباره. موهامو چتری بود دادم بالا. عوض کردی؟ آخه میدونی چیه، من موهام فره، بعد با چتری یه اشتباه بزرگی بود فقط. آره راست میگی. آره نمیدونی چقدر پشیمونم. میدونم، به خاطر اینکه منم موافر بود قبل اینکه کراتینه کنم، بعد چیز کردم، موامو چتری کردم، الان میبینی دیگه تازه بلند شده. بعد پشیمون شدم افتضاح. بعد موامو کراتینه کردم بازم پشیمون شدم، چون موی فر خیلی قشنگ‌تره. الان هیچ حالتی نداره، نه لخته نه فره. خوشگله ولی هیچ حالت خاصی نداره. خوشگله، همه جور خوشگلی چه هستم. خوشگلی شما نمیشه عزیز دلم. مینو از من میپرسن که شرایط تیمتون چطوریه، نمیدونم تیمتون هدفش چیه، به منم برای چی اینا. به منم دایرکت زیاد دادن، هدفمون جنگ جهانی سوم. جون. جنگ سینا. نه ولی کلا شرایط واسه شدن تو تیممون، آیدی ادمینم اینجوری تک شده. زرو. تنها ادمین من بوده و هست، و کلا امنیت پیجم هم با زروه. اولا که باید به زرو دایرکت مسیج بدم، همونجور که خودت هم مسیج دادی با زرو هماهنگ شدی، باید به زرو دایرکت مسیج بدم، مثلا دایرکتمو چک نمی‌کنم. بعد هشتگ تیم میرانم داره توی بیوشون باید بزنن که از بچهای تیم بشن، در اون صورت امنیت پیجشون هم توی لایو میان بالا با خود زرو دیگه، امنیت پیجشون که هیچ مشکلی براشون پیش نمیاد. الان همین یه ثانیه پیج لیلا لوندی رو زدن که رو همون یه ثانیه پس گرفت زرو، محض اطلاع بچه‌ها همون یه ثانیه پس گرفت که بهار اومد بالا. هیچ شرایط خاصی نداره، هدف خاصی هم نداریم، فقط می‌خوایم لایو باحال بذاریم بگیم بخندیم. حالا در آینده همه پیجا میاد بالا. خب مسلما تو این پیج بچه‌ها هم چهره میشن، بچه‌ها معرفی میشن، بچه‌ای که تا حالا دیده نشدن، کسایی که دیده شدن که چی. و بعد از اون هر استفاده‌ای که بخوان میتونن از پیجشون بکنن. قبل از اینم که پیجشون بیاد بالا، نه براشون هزینه‌ای داره نه وقتی میبره. شب مثلا حدود نیم ساعت اینا لایو می‌ذاریم ما هم دیگه. عزیزم قربونت برم. من بعد بزنم دیگه چی سوال کردن ازت؟ دیگه همینا بود. همین، فقط نگران این بودن که هدفمون چی از تشکیل دادن. آره هدفتون چیه؟ بذار ببینم چی میگه این. مشابه کیک هم میدونه اوکی، ما یه دونه فالوور خارجی داریم Turk underline hot که میخواد جوین بشه. You wanna join to live, you have to direct message to my admin 01 boy underline org, I pinned it. You have to direct him. اوکی، بهشون بگیم که دارن به زرو دایرکت بدم و لایو رو بذاریم. فایزه از خودت بگو. بچه‌ها سوالی از بهاره ندارن بپرسن؟ بهاره میخواد بره انگلیس، کسی از انگلیس نداری؟ شرایط زندگی تو ترکیه چطوریه؟ ترکیه ببین چجوری بهت بگم، خیلی فکر می‌کنم اینجا زندگی راحته، ولی از این خبرا نیست. اتفاقا خیلی کشور چیزه، گرونیه، واقعا کشور گرونیه. یعنی اجاره خونه ها بالاست، هم خرج خورد و خوراک خیلی بالاست، خرج عشق مثلا مشروب خور باشه خیلی خرج زندگی بالا میره، سیگار بکشه خیلی خرج زندگی بالا میره، ولی که کلا که میارزه به نسبت خرجی که میکنی. چون مثلا دلار در میاری تله خرج میکنی. بیشتر جاهای ترکیه، چون ترکیه توریستیه، بیشتر جاهای ترکیه دلار در میاری یا یورو در میاری. مثلا تو خود کلینیک ما کسی که کار میکنن یورو در میارن، به یورو مثلا حقوق میگیرن ولی به تله خرج میکنن. از اونجایی که به یورو در میاری به تله خرج میکنی، از پس شرایط زندگیت در میاری. تو که بیای تو خودم ساپورتت میکنم، توش نگران مالی نداشته باش. قربونت برم. من مهرم. بچه ها میگن لبندی، واقعا لبندی؟ آره دیگه لبند داریم، نیست لبند. یادم اون لبندی ها تو بچه ها بخوان باز من ویدیو درست کرده بودیم من تو از لایبای آینده براشون میرقصم. واقعا آره تو پیج خودم هم رقصامو میذارم. باشه عزیز دلم، باشه قربونت برم. تو لایوهای بعدی حتما قول داد بهاره برامون تو لایوهای بعدی که آماده بود برامون برقصم.
رقص تورک، عربی، اوه هیپ فقط هاپ. موزیکات یه جوری یا ریمیکس انتخاب کن یا ایرانی که تمشو داره که چیز نشه ریپورت نشه به خاطر کپی رایت. آره متوجهم. باید یه آهنگ فقط میخوام ضرب باشه. اوکی باعث قربونت برم باش عزیز دلم. عشقم من یکی از بچه‌های نمیدونم کجاییه دایرکت داده اونو بیارمش بالا تورکو بعدش دوباره اگر اینجا بودی بیارم تو لایف بالا عزیزم. عزیزم. بای بای.